تا حالا به کمیاب ترین مابی که داخل بازی ماینکرافت به صورت طبیعی اسپان میشه دقت کردید؟ شاید با خودتون میگی اندر دراگون چون یکی فقط ازش هست، ولی این کمیاب نیست یا خیلی کم نیستش، چون که به صورت طبیعی وقتی برید اند میتونید یه دونه اندر دراگون ببینید و خیلی شانس کمی ندارید که این ماب به صورت طبیعی اسپان بشه. ولی شاید با خودتون بازم بگید که شارژ کریپر چطور، ولی شارژ کریپر هم اگه یه دونه کریپر باشه و هوا بارونی باشه و یه دونه رعد و برق بزنه بهش، این اتفاق میفته و شارژ کریپر به وجود میاد که خیلی شانسش کم نیست، شاید 1% باشه شانسش که خیلی شانس کمی نیست. ولی میخوام الان یه مابی رو بهتون بگم که کمیاب ترین ماب بازی ماینکرافتی که به صورت طبیعی اسپام میشه. قبل از اینکه بگم حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو فعال کن. بریم که بگیم. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی این ماب اسنوگالم هستش که باید یه جای برفی وجود داشته باشه که 2 تا بلاک برف روی هم اسپان شن و اون دور و بر باید یه دونه اندرمن باشه و یه دونه کدو هم باشه که اگه هم شانستون گرفت و یه دونه ویلیج یا جایی بود که یه دونه کدو وجود داشت اونجا، اون اندرمنه باید بره کدوه رو برداره و بذاره رو سر اون 2 تا بلاک که شاید اسنوگالم اسپان شه. خیلی احتمال این اتفاق همه. و اگه واقعا تا حالا اسنوگالم توی ماینکرافت دیدید به صورت طبیعی، خیلی آدم خوش شانسی هستید، پس حتما لایک کنید. خدا نگهدار.